در خصوص دعا. ببینید دوست عزیز، دعا هم شرایط داره. یعنی صرف این که من برگردم بگم خدایا مثلا این نعمت رو به من بده، این ارزشی نداره. دعا باید اولا با باور باشه، دوما با احساستون درگیر باشه. یعنی به طور مثال میگم، اگر مثلا از آسمون بارون میخواید بیاد، 2 تا کار باید بکنید: یکی دعا و خواستن، دوم حس کردن صحنه ریزش باران رو برای خودتون باید تجسم کنید. این با کمک اون و همچنین باور، یعنی 3 تا مطلب: باور، این 3 تا مطلب رو اگر مد نظر داشته باشید، دعای شما کامله، تازه میشه یه چیزی که قابلیت داره که کار انجام بده. حالا وارد این بحث میشیم که آیا به صلاح شما هست، به صلاح شما نیست. این هم باز مبحثیه که بعضیا باز میکنن، من اصلا به این بحث هم کاری ندارم. من به شما میگم 3 تا اصلی محور داره که باید این 3 تا باشه: احساس درگیر، باور به اون قضیه، و اینکه در واقع شما اون رو حس بکنید و اتفاق افتادن اون چیزی که میخواید رو در ذهنتون تجسم بکنید. اینها میتونن خیلی کار شما رو برای برآورده شدن راحت بکنن و در واقع